تو مازندران یه شهری هست که اسماش مثل لایه‌های تاریخ عوض شده. روزی رستمدار بود، امروز نور. نور از قدیمی ترین نواحی شهرنشین طبرستانه، جایی که زمانی 4 شهر کهن، ناتل، بلده، تمیشان و ماهان با هم رستمدار رو می ساختن. میگن این نام از زندگی مردم می اومد، مردمی که بیشتر با قایق و تور زندگی می کردن. تو کشفیات تازه سفالها و نشانه های دوره اشکانی رو پیدا کردن، گواه این که نور فقط یه شهر ساحلی نیست، یه فصل پنهان از رویان قدیمه. ایالتی که نور، نوشه و چالوس ستونهای اصلیش بودن و گاهی مرزش تا حسم امروز یعنی رودسر میرسید. روی همین تمیشه ساحلی بود که شهر نور ساخته شد و هنوز هم قدیمی ها گاهی اسم کهنش رو صدا میزنن. سلده، نام امروزی نور، از رودخانه‌ای که از دل البرز میجوشه و خودش قصه گوه. نور فقط یک شهر نیست، روشنایی تاریخ طبرستانه که هنوز روی ساحل مازندران می‌درخشه.